و هاشمی اوکی کرد. هاشمی چسبیده بود به عرضم شما که خمینی و تنها مهره‌ای بود که اون اتفاق میافتاد. خب اینجا بعد خامنه‌ای رو میخوام قرار برش داریم. خامنه‌ای کی بود؟ خامنه‌ای مهره‌ای بود که در سیستم جمهوری اسلامی از زمانی رشد کرد که کودتای نوژه رو لو داد. یعنی خامنه‌ای تنها فردی بود که چند تا کار کرد. یک، کودتای نوژه رو لو داد. دو، هیچ کس نفهمید که مال روساست. هیچ کس، یعنی خود هاشمی اصلا باورش نمیشه، سازمان امنیتی اصلا باورش نمیشه. دقت خیلی نکته مهمیه. و خیلی هم خنثی اون وسط بود. یعنی هاشمی فکر میکرد که خامنه‌ای خرشه تو یک مسیر، اما بعداً فهمید که خودش خر خامنه‌ای شده. یعنی بدون اینکه متوجه شه دید که وسط بازی جای دیگه است. خامنه‌ای تا سال 1371 هیچ کاره. 1371 شروع کرد. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه اینم باز باید توضیح بدیم. کشور ایران یه دفعه من تو برنامه گفتم دست 5 سازمان امنیتی بود. پس یه بودجه تو کشور دارن میخورن، فکر کنم مثلا 100 میلیارد دارن میخورن. هر کدوم از اینا مثلا فرض میکنیم باید 20 میلیارد تومان بخورن. خب سردمدار یکی از این گروه ها خامنه‌ای بود که سپاه دستش بود و یک بازی بود که قرار بود که یک اتفاقی بیفته که حالا انجام کاری ندارم. خامنه‌ای اومد این 20 میلیارد تومانی که بهش سهم خودش بود رو تزریق کرد تو سیستم سپاه. یعنی پول نخورد، پول خرج کرد برای آینده، برنامه‌ریزی کرد. هاشمی خودش رو سلطان میدونست و این رو پادشاه مشروطه، بدون خودش پادشاهی میدونست که یه مشروطه هم اون تو هست به نام مثلا مصلحت نظامی به نام جناب مثلا خامنه‌ای. اینجوری نگاه میکرد به موضوع تا سال 71. سال 71 خامنه‌ای یواش یواش دید که سپاه رو گرفته، بسیج رو گرفته، یعنی تیم رو گرفته. برای همین هم که چند تا مشکلات داریم این وسط. اوکی اینو بذارم بعدش. خب تیم رو گرفته. 71 یک گروه پنهان فرستاد تو رادیوی صدا و سیما، از اونجا اینا رو پرورش داد برای اینکه کشور بتونه تلویزیون هم از اینا بگیره. همه اتفاقات که پس تا سال 71 خامنه‌ای هیچ کاره بود، از 71 تا 88 داشت مهرهاشو میچید. هاشمی یواشاش تضعیف میشه.